مقطعی خاص خود یا به خاطر وابستگی‌های قومی و زبانی و سمتی و مذهبی و غیره و غیره خود، و یا ای که به خاطر از اینکه ما فردا قدرت از کرده از اینا بگیریم کوشش کنیم که از تجربه از اینا استفاده کنیم، از نیروی از اینا استفاده کنیم، ولی توپ تانک برشان ندیم. من میگم تاریخ ثابت کرده کسانی که با اینا اعتماد کردن اونا فریب خوردن. از کودتای 26 سرطان مرحوم سردار محمد اوطان شروع تا به امروز هیچ وقت هیچ کس ثابت کرده نمیتونه که در ائتلاف کفر و کمونیسم با مسلمان ها کامیاب شده باشه و اینا رو فریب داده باشه. شورای امانگی که تشکیل شد ببینیم که برنده زوکی بود. کودتای تنی با حزب اسلامی ببینیم که کی پیروز شد و کی کامیاب شد. امروز تنهایی میگه من قدرتمند بودم، من بودم که به حساب همه نیروها را داشتم، ولی وقتی که من وزیر دفاع بودم و تانک داشتم و توپ داشتم و طیاره داشتم، میدانهای هوایی داشتم، من چطور به حزب اسلامی تسلیم شدم؟ این آقای حکمتیار بود که به من تسلیم شده. این صحبتش در پارسال در آریاناست که میتونم در سایت خودم با شما هم بفرست. تلاش و کوشش ما است که همین دکومنت ها و همین اسناد و شواهد از هر جناح و هر گروپی که بوده گذاشته شود. این جبهه ملی و هی ائتلاف جبل سراج و آمدن مجاهدین به شکل کودتا داخل کابل از یک طرف از سوی دیگه حمله تقسیم شدن نیروهای مجاهدین به جناحهای مختلف با اینا در ائتلاف داخل شده، اینا جفای بزرگی بود به حق ملت و جهاد افغانستان که تا به امروز ما تباه و برباد شدیم. دوستم ما حرف عمومی کردیم، دوستم گفتیم که جز اردوی اسلامی هست، نایب استاد ربانی بود در هر بجای استاد نشست، ولی همون آقای دوستم کودتا کرد و استاد فتوا داد که کمونیست است و نشست به ضد کمونیست ها جهاد فرض است. وقتی که در ائتلاف دوباره باشن داخل شدن، پس او آدم در شمال و وقتی که طالبان کابل گرفت فرزند استاد ربانی بود و بازی عامر سید مسعود بود. پس ما میبینیم که این شعارها و این فتواها و این مردود دانستها و اینا کلش گپای سیاسی است. حتی اینا همی عفو عمومی که به کمونیستا میکنن، همی براعت که برای حزب دموکراتیک خلق میتن. پس گفته شما مثل که سوال بسیار عالمانه و بسیار ملی کردید، شما می قداست جهاد افغانستان، حرمت خون شهدا را مورد سوال قرار میدید. با این کوتابینی های سیاسی خود شما پس قربانی ملتتانه، فتواهایی را که در 14 سال گفته شده و نوشته شده و شعار دادید و بیانات دادید همیشه خط بطلان میکشید. نه کمونیسم بود، نه ماتریالیسم بود، نه حزب وابسته به اتحاد شوروی بود، جنگ سرد بود. این برادران ما بودن. اینجا یک مصاحبه سید محمد گلابزوی دارم که میگم من از نظر اقتصادی ایدئولوژی مارکسیستی را قبول کرده بودم. حزب دموکراتیک خلق هیچ نوع ضدیت با اندیشه مردم نداشت، چون که ما و شما مسلمان هستیم. حفیظ لامین دید که اردوی ما از پشتیبانی دید که اردو از ما پشتیبانی نمی کند، بالاخره روزها را به افغانستان آورد. به نظر من هم مجاهدین و هم اعضای حزب دموکراتیک خلق همگی وطن دوست بودن و مسلمان و مردم خود را دوست داشتن. و تبریک میگم به هیچ قسم وطن دوستی که 2 میلیون انسان به کشتن میگیریم به خاطر از بین بردن ملت خود 140,000 نیروی روس بیاریم، بزرگترین جنایت کنیم، قتل عام و فجایعی را که در افغانستان دیگه تاریخ ملت ما شاهد نبود اینا انجام دادن. و امروز هم اینا مسلمان هستن هم وطن دوست و به گفته آقای رنجبر نه کمونیسم وجود داره و نه اشرار، کلش ساخته ها و پرداخته های آیس های است. این شعار هست، این فریب است، این نیرنگ است، این وظیفه و مسئولیت و رسالت هر تلویزیون و برنامه ساز و دارنده هر سایت اینترنتی و شخصیت های ملی است که اگر هیچ چیز ندارن، زبان دارن، قلم دارن. حدیث رسول الله صلی الله علیه و است که وقتی شما کجی رو میبینین با دستتان اصلاح کنین، با دست نمیتونستین با زبانتان اصلاح کنین، با زبان نمیتونستین با قلبتان از او متنفر باشین از او حالت. و او اضعف الایمان است، ضعیفترین درجه ایمان است. ما اگر همه قدر مردانگی و شهامت نداریم که یک چیزی را با دست و زبان تبلیغ کنیم و ممانعی کنیم، حداقل با قلب خود متنفر باشیم و با اون جریان شامل نباشیم، تایید نکنیم، توجیه نکنیم. اگر تنهایی با آقای حکمتیار کودتا کرد و مساجد نداریم و نگوییم که بهترین کار بود، ولی استاد ربانی مسعود که کردی خیانت بود. هر کسی که با کمونیستا داخل ائتلاف شده به روی هر دلیلی که بوده جفا کرده به مردم خود. یکی از بزرگترین ضرباتی که کمر جهاد و ملت افغانستان شکستان و آرمان‌های یک ملت و شهدای ملت افغانستان از بین برد، اینمی ائتلاف‌ها و اینمی عفو بخشیدن‌ها و اینمی
چیزا و من ایره کوتاه میکنم چون وقت خود زیادتر به مردم بگذاریم تا نظریات نیک و عالمانه و ملی و بسیار تشکر صاحب شما بشنویم. تشکر صاحب. همه حرفا را می تلویزیون و می برنامه ها میگه و خصوصا همین دو فیلمی را که شما بزرگوارانه گذاشتین و اسناد و شواهد و دکومنت بود به نظر من همه حرفا و تفسیرهای ما کوتاه میکنن و ما آرزو دارم مردم ما زیادتر بگوین و ما بشنویم. بله تشکر وایس جان، شما به هولد باشین. حتما بینندگان محترم تلویزیون پیام افغان از شما سوال خواد داشتن، از من سوال خواد داشتن، باز مشترکاً سوالا را جواب میتیم. ما یک تفسیری کوتاه میکنم، بعد از او میریم به اعلانهای تجارتی، باز بس بر بگردیم. صاحب شما را من به هولد میگیرم. صاحب از صحبت‌های وایس جان ناصری و از این داکیومنتری را که با خدمت شما تقدیم کردیم، این حال بیایه او آدمی که انکار میکنه که ما نبودیم کمونیست، ما یک موج بودیم که میخواستیم از استبداد از بین ببریم، ما میخواستیم دموکراسی را در افغانستان بیاریم. من حیران میمانم، تعجب میکنم که از کدام دموکراسی آقای رنجبر گپ میزنم. اما در حلقه های حتی حلقه های فامیلی ما وقتی که با کسایی که سالها یک جا زندگی کرده بودیم، رفیق بودیم، مکتب می رفتیم، پس می آمدیم، دیگه می آمدیم، وقتی که ما صحبت می کردیم اجازه نداشتیم که ما سر مسائل حزبی از اینا بحث بکنیم دیگه کنیم. اگر بازم خود جرأت می دادیم ما متهم به بسیار چی. اول خود همین کلمه ارتجاع به شاخی باد می شد که تو مرتجی استی یا ای که سیایی استی، نوکر امپریالیزم استی، تو وارث فیودالیزم استی. این مسائل است. کدام دموکراسی بود که تا کس جرأت گپ زدن در زیر سقف خانه خود نداشت. ما برای شما یک قصه بسیار کوچک شاید دلچسبم براتون باشه. من 3 اولاد دارم. در افغانستان که بودم بچه ما صنف 6 مکتب استقلال بود، اول نمره بود. ایره بسیار کوشش میکردن که به سازمان ببرن، بسیار بچه با استعداد و لایق بود. شوانه من همراهش میشستم گپ میزدم و برش میفهماندم که به یک ترتیب بایدی گریز کنه و دمی سازمان شامل نشه. اما یک شب ما و از اینا صحبت میکردیم که دختر خورد من کار خانگی خود میکرد و این گپا شنید. صبح که شد همین دختر به مادر خود گفته که من میرم به مکتب میگم که بابیم همراه برادرم ترکی صاحب دو میزدن و ما را معلم ما گفته هر کس که ترکی صاحب دو میزنه یا چیزی میگه شما بیاین به مکتب. خدا دارا صاحب قبول کنین که ما 1 سال هم دختر از مکتب رفتن منع کردیم، برای از اینکه همون زندگی ما و همون بچه خورد و حتی همون خانم ما در خطر بود دیگه. به این اندازه صاحب همین شبکه جاسوسی توسعه پیدا کرده بود که طفل خرد صنف اول مکتب اینا مجبور می ساختن که تو شیطانی پدر و مادرت بکو و حال میگن از دموکراسی. و من بالای رنجبر صاحب صدا کردم که برادر تو منصوب امی حزب بودی، ولو که تو خون نریختاندی و دیگه بودی و تو یک آدم اکادمیسیان بودی یا دیگه بودی، اما ارتباطی به می عذاب داشتی. نمیگم که تو از گناه خود معذرت بخوای. یک صدا کردم در پروگرام سرش که آیا تو از طرف امی دو حزب امی شهامت داری که صدا کنی ملت افغانستان امی جفایی را که امی حزب کرده سر تو، امی ظلم را که کرده، امی استبداد را که کرده، امی ویرانی را، ما از طرف امی حزب از تو معذرت میخوایم. اگر من وضع آقای رنجبر می بودم و ما مربوط یک حزب می بودم و او حزب ما به این اندازه جنایت می کرد، باور کنین که من خو این امیر کلان افتخار می دانستم که برای از که راحت زندگی کنم و راحت بمیرم. من می گفتم ملت افغانستان مرا ببخشید، ولو که ما هیچ کاری بد نکردیم اما منصوب اونمو حزبی بودم که همه بدیها را به عقد کرده، مرا ببخشید. اما متاسفانه که من از معذرت در کلچر و اونا به جواب ما گفتن که نه، من به بسیار افتخار را میرم، در بازار مرا مردم بغل میگیره، مرا با آغوش میکشه و من بدون بادیگارد میگردم. اینی گپ معنای گپ مرا نفهمید. اگرچه که در کلچر افغانستان متاسفانه که معذرت خواستن بسیار یک گپی است که غیر حاضر است همیشه، حتی به شمول خود ما شما همه
عادت نکردیم به این که ولو که پای یک آدم هم لغت میکنیم میوازی که بگویم ببخش مرا سون از ما آدم بد سیل میکنیم، یا اگر در خانه خودم یک کاری یک